روز قیامت الله جل جلاله دو انسان گناهگار را حکم میکند به دوزخ. یکی از آنها طرف دوزخ می دود و دیگر آهسته آهسته می رود و هر لحظه طرف قفا نگاه می کند. الله هر دوی آنها را فریاد می کند و به شخصی که دویده بود می گوید تو برای چی می دوی؟ آیا نمی بینی در پیش آتش است؟ می گوید یا الله، در دنیا تو را نافرمانی کردم و به سبب نافرمانی تو امروز برای من دوزخ فیصله شده است. من فکر کردم الان فرمان برداری کنم شاید که تو خوش شوی. و از شخصی دوم می پرسد تو برای چی هر لحظه طرف قفا نگاه می کردی؟ این شخص می گوید یا الله، من در دنیا از بندگان نیکت شنیده بودم که تو بسیار بخشنده و مهربان هستی. برای همین هر لحظه با امید طرف قفا نگاه می کردم. الان شأن مهربانی تو مرا بر می گرداند و من از آتش دوزخ رهایی می یابم. الله مهربان می فرماید بروید داخل جنت شوید، من گناهان شما را بخشیدم. الله جل جلاله به هر بهانه بندگانش را می بخشد. این چنین روز قیامت یک شخص دیگر را یک ثوابش نمی رسد. الله مهربان می فرماید برو یک ثواب دریافت کن، جنت می روی. این شخص می رود تلاش می کند نزد پدر و مادر، زن و فرزند، خویش و اقربا. خلاص کسی به این شخص یک ثواب نمی دهد. این شخص از روی ناامیدی آواز می برآورد، وای می گوید. در همین حال یک شخص می شنود، می پرسد برای چی وای می گویی؟ چی شده است با تو؟ این می گوید یک ثوابم نمی رسد، از پسی همان گشتم کسی به من نداد، اکنون من دوزخ می روم. این شخص می گوید این طور باشد مبارک، کارت بود شد. این حیران می شود و می پرسد چی طور؟ این شخص می گوید من خود یک ثواب دارم، خواهم نخواهم دوزخ می روم، بنابراین تو را می دهم برو جنت راحت کن. این شخص دوان دوان نزد الله جل جلاله می آید و می گوید یا الله، کار من بود شد. الله مهربان می فرماید چی طور بود شد؟ این می گوید فلان بنده تو گفت من می دهم برایت ثواب. الله جل جلاله می